سلام، من هلیا هستم، مدیر مدرسه یرواسکولان در استکهلم. ما با خیریه مینستورادا روز بزرگ من همکاری میکنیم. این سازمان برای بچه‌ها و نوجوان‌هایی که به دیاگنوزها و یا بیماری‌های سخت دچارن سعی می‌کند که فعالیت‌های شادی‌بخش و تجربه‌های زیبا ایجاد کند. حین کارم تو مدرسه بچه‌های زیادی رو می‌بینم که دچار روزهای بسیار سختی هستند، در حالی که مینستورادا به راحتی میتونه کمکشون کنه. شاید شما هم دور و برتون چنین بچه‌هایی رو میشناسین. بچه‌هایی که مینستورادا براشون به وجود اومده. این شانس خوبیه که تسکینی باشه برای این شرایط سخت. کاری خوشحال کننده، کاری سرشار از نیرو و توان. شرایط درخواست یک تجربه شادی بخش از این سازمان این هست که ساکن سوئد باشین، میان 4 تا 18 سالتون باشه و گواهی پزشک نشون بده که یک بیماری سخت و یا یک دیاگنوز دارین. همین. میتونین در وبسایت مینستورادا فعالیت‌های مخصوص مختلف رو جستجو کنید و ببینید که چقدر آسونه دریافت آنها. دریافت خدمات و تجربه‌های شادی بخش مینستوراداگ کاملاً رایگان است.